خب قسمت مهم دیگه که من بهتون گفتم قبل از اینکه این پایین باز کنم این قطعه بود. اگه یادتون باشه اینجا برد بسته بود که من الان این برد رو باز کردم و اینجا کاملا مشخصه. این یادتونه چی بود اسمش؟ بهش میگفتن هیدروستات. گفتیم که کارش اینه که وقتی دیگ سطح آب به اون مقدار لازم برسه فرمان میده و شیرهای برقی قطع میشن و اجازه نمیده دیگه دیگ بیشتر آب گیره بشه. حالا این چجوری عمل میکنه؟ این سیستمش طوری که وقتی از طریق این شلنگ به داخلش دمیده بشه، یعنی شما اگه تو این شلنگ فوت کنید داخل این یه پلاتینی وصل میشه. وقتی که ولش کنید و فشار فوتتون رو با قلم بردارید از روش، اون توسط یه فنات پلاتین دوباره برمیگرده و قطع میشه. حالا این فرمان این فوت کردن رو این انجام میده. به چه شکل انجام میده؟ ببینید این شلنگ از اینجا شروع میشه، از اینجا میاد ببینید میاد به پایین دیگ متصل میشه. دقت کنید این پایین ترین نقطه دیگه. اینجا شلنگ متصل شده، میبینید که قطر شلنگ بیشتره، اندازه 10-15 سانتی قطر شلنگ بیشتره که حجم بیشتری آب واردش بشه و از اینجا به بعد باریک میشه و مستقیم میره تا به هیدروستات وصل بشه. حالا چجوری این عمل میکنه؟ ببینید شما لباسشویی الان دست لباسا ریختین توش، درش هم بستید و داره آبگیری میشه. ببینید آب داخل دیگ وقتی جمع میشه خب سطح آب میاد بالا دیگه. هر چقدر سطح آب توی دیگ بیاد بالا دقیقاً همزمان با اون آب توی این شلنگ هم سطحش میاد بالا. این شلنگ هم که کاملا اینجا آب بندیه، تو طول مسیر هم که هیچ سوراخی نداره که بخواد هوای داخلش خارج بشه، انتهاش هم که به هیدروستات وصله. هر چقدر که سطح آب اینجا بیاد بالاتر، این هوایی که تو جلوی این آب به دام افتاده هی فشرده تر میشه. ببینید وقتی اینجا که قطرش بیشتره آب بالا حرکت کنه، حجم هوایی بیشتری اینجا جمع میشه و وقتی از این فضای بقولن گشاد به یه فضای باریکتر این هوا وارد بشه فشارش بیشتر میشه. پس همینجور که سطح آب داره میاد بالا، وقتی به اینجاها که رسید، یعنی تقریبا همون سطحی که ما نیاز داریم، به سطح آبی که نیاز داریم برای شستشوی لباسا، اونقدر این هوای جلوی این فشرده میشه که دقیقاً کار دمیدن توی اینو انجام میده. یعنی همونجوری که سطح آب میاد بالا داخل دیگ، داخل این شلنگ هم سطح آب میاد بالا، این هوایی به دام افتاده جلوش فشرده میشه و فشار میاره به این و دقیقاً مثل اینه که شما به داخل این فوت کنید و اون پلاتینی که داخل این هیدروستات قرار داره قطع میشه. وقتی قطع شد در جا شیر برقی خاموش میشه. این به این شکل عمل میکنه. یعنی وقتی که اون به سطح دلخواه اون آب داخل دیگ رسید و از طریق این و اون هوای فشرده داخل این دمیده شد، اون پلاتین قطع میشه و در جا فرمان میده به شیر برقی که خاموش بشه. وقتی شیر برقی قطع شد دیگه دیگ آبگیری نمیشه و شروع به دوران میکنه. یعنی این باعث میشه که آبو قطع کنه، شیر برقی رو فرمان میده که خاموش بشه و دیگ شروع میکنه به دوران و خیسوندن لباسا و شروع شستشوی لباسا. حالا اگر این شلنگ که از اینجا که پایین دیگ وصله تا این قسمتی که به هیدروستات وصل شده، اگر به هر شکلی این بست شل شده باشه، شلنگتون پوسیده باشه، سوراخ شده باشه یا ترک خورده باشه یا به هر شکل آسیب دیده باشه که این هوایی به دام افتاده جلوی این آب تخلیه بشه، این به هیچ نحو نمیتونه داخل این هیدروستات بدمه و فرمان بده که شیر برقی قطع بشه و دیگه آبگیری انجام نشه. و وقتی این اتفاق بیفته چی میشه؟ اونقدر این آبگیری ادامه پیدا میکنه که سطح آب میاد بالا و این دیگو کاملا پر میکنه. سطح آب از این قسمت میاد بالا و آب از جاپودری میزنه بیرون. یعنی کاملا دیگ سرریز میشه و اگه کسی متوجه نشه و آب قطع نکنه، این همینجوری آبگیری میشه و از این قسمت جاپودری میریزه بیرون و کل اون قسمتو که لباسشویی قرار داره رو آب میگیره و همه جا رو متاسفانه به گرد میکشه. و پس باید حواسمون باشه که این حتما سالم باشه و هیچ آسیبی ندیده باشه.